این خودشیفتگی یه نگاه بالا به پایینی داره، یعنی مثلا من بهترم، من برترم، شما پایینتر از من هستین. اما عزت نفس یعنی چی؟ نفس اون احساس ارزشمندی رو بهش میگن عزت نفس. اینکه چقدر خودت رو لایق بدونی، احساس ارزشمندی داشته باشی، معنیش میشه عزت نفس. و ارتباطش اینه که شما هرچی عزت نفس بالاتری داشته باشی، از خودشیفتگی دورتری، یعنی فاصله داری باش. 100% فرق میکنه. عزت نفس با اعتماد به نفس فرق میکنه. فرقش اینه که گفتم عزت نفس اون احساس ارزشمندی درونیه که چقدر خودت رو لایق عشق میدونی، احترام میدونی، محبت میدونی، پارتنر خوب میدونی، جایگاه اجتماعی خوب میدونی، درآمد خوب میدونی. اما اعتماد به نفس اون توانایی انجام کارهاست. چقدر میتونی یک کار رو با یک استاندارد بالا انجام بدی، چقدر میتونی از پس اون کار بر بیای. این میشه معنی اعتماد به نفس. همش مهمه. جنس عزت نفس احساس، جنس اعتماد به نفس اقدامه. دو تا مقوله متفاوتن، اما این نکته مهم داره. کسی که عزت نفس داشته باشه، احتمال این که بره مهارتاشو تقویت بکنه، اعتماد به نفسش رو بهتر بکنه بیشتره.